ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه در پی تحقیق شکایت یک زن 28 ساله ساکن پایتخت تاجیکستان با نام نگینا سلطانова که با چند عکس سر روی پر از ورم و جروتش شوهر سابق خود را به شکنجه و لطوکوبش عیبدار میکرد، خبر داد که هیچ کدام از وجه‌های ذکر نموده جبر دیده تصدیق خود را نیافتند. میلیسیای دوشنبه با رد ادعای این زنک اکتفا کرده تفصیلات دیگر نداده است و تنها نوشته است که در رابطه بین حادثه مواد ضروری ترتیب داده شده، مورد سنجش خالصانه و همه جانبه قرار دارد. با این حال معلوم نیست که پس این همه آثار و ضرب بلند در روی این جوان زن از کجاست. خود نگینا سلطانова برای شرح قضیه دسترس نیست. او دیگر در شبکه‌های اجتماعی در این باره یگان اظهار نظر نکرده است. نگینا سلطانова روز 17 یولی سال 2024 در شبکه فیسبوک چندین عکس خود را که در سر و رویش آثار زیاد ضرب بلند دیده می شود نشر کرد و نوشت که 2 سال باز پیوسته از جانب شوهر سابقش لطوکوب می شود. او نوشته بود: من نگینا سلطانова سال تولدم 1996 استقامت کننده شهر دوشنبه 2 سال می شود که از طرف سابق شوهرم لطوکوب می شوم. من می خواهم زندگی کنم. من می خواهم مثل دیگران در تنجی و آسودگی زندگی کنم. خوشبختی می خواهم. من نمی توانم دیگر خاموش باشم. من نمی خواهم در ایام جوانی مثل سلطنت کشته شوم. التماس به من کمک نمایید. معمولا مقامات حفظ حقوق دوشنبه به شکایت‌های زنان از بدرفتاری شوهران و دیگر خویشاوندانشان به صورت صریح واکنش می‌کنند. ماه قبل در پی در اینترنت از زوراوری شوهر شکایت کردن بلاگر رخشانه رحمت‌اللهova که در اینستاگرام قریب 5 میلیون آبونشی دارد، مقامات میلیس دوشنبه شوهر او امید رحمت‌اللهov را دستگیر و به 7 شبانه روز حبس مأموری محکوم کردند. امید رحمت‌اللهov این 7 شبانه روز حبس را علاکه 6 برآمد، ولی معلوم نیست که آیا حیات عائلوی او و صوفی ادامه یافت یا با همین قطع شد.